اقدام سخاوت و خیری کرامت شریپوف به مردم کمبیزات و معیوب و مهاجران کاری به معرکه آش خدایی او بدل شد. کرامت شریپوف حامی حقوق معروف در میان مهاجران تاجیک در سن 57 سالگی روز 9 می درگذشت، روزی که عمل خیری او میبایست به مردم برده رسانیده میشد. و یک روز قبل در صحبت به رادیو آزادی گفته بود میخواد با 1 میلیون روبل به کمبیزاتان در تاجیکستان و مهاجران کمک رساند. نزدیکان کرامت شریپوف گفتند پس از مرگش برای آنکه به وعده‌اش بی‌وفایی نشود، یاری‌های او را به 300 زن و مادر کمبیزات در یک خوابگاه در محله 33 پایتخت تقسیم کردند. کم زیاد ای مردم سخت کب نزنین دیشون نازاره. چی آزاری گفت من دیدم ای مردمی عادی ندیدم. طور نزدیکانش میگویند از این کمک‌ها به نیازمندان در روسیه و ساکنان معیوب در ناحیه وحدت، دنقره، شهرنو، ترسونزاده و دیگر ناحیه‌ها رسانیده شده است. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه از حامیان معروف در میان مهاجران تاجیک بود که حکومت روسیه و تاجیکستان و به خصوص کارفرمایان روس را زیاد تنقید می‌کرد. او شهروندی روسیه را داشت ولی مقامات روس ماه دکبر سال 2017 شهروندی او را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. کرامت شریپوف سال 1963 در ناحیه فیض‌آباد تولد شده، سال 1984 مکتب عالی حربی سیمفروپول را ختم کرده است. بعد ختم تا سال 2000 همچون افسر نیروهای مسلح روسیه در این کشور خدمت کرده است.